سلام به همگی و امیدوارم که حالتون خوب باشه. این چند ماه اخیر روزای خیلی سختی برای ما ایرانیای سرتاسر دنیا بود و واقعیتش اینه که من مطمئن نبودم که میخوام این ویدیو رو درست کنم یا نه، ولی در نهایت تصمیم گرفتم که راجع به بزرگترین اتفاق فضایی نیم قرن اخیر صحبت کنم، یعنی برگشتن انسان به ماه بعد از 53 سال. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. آخرین باری که ما به ماه رفتیم بیشتر از 50 سال پیش بود و در قالب مأموریت‌های آپولو، ولی این بار ما در قالب مأموریت‌های آرتمیس قراره که به ماه بریم و این دفعه اونجا بمونیم. اولین مأموریت آرتمیس 1 بود که اول قرار بودش سال 2017 پرتاب شه، ولی تا 2017 به تعویق افتاد و هدفش هم تست سیستما بود، مثل موشک SLS که قوی ترین راکتیه که تا به حال ناسا ساخته و کپسول اوراین. مأموریت بعدی که ما قراره تو این ویدیو بیشتر راجع بهش صحبت کنیم آرتمیس 2 بود که اول قرار بود سال 2022 پرتاب شه، ولی تا 1 اپریل 2026 به تعویق افتاد و هدفش هم برگردوندن انسان به ماه، ولی فرود نه بود که بهش هم رسید. و بعدیش آرتمیس 3 که قرار بودش سال 2024 پرتاب شه، ولی الان تا 2027 و حتی دیرتر به تعویق افتاد و هدف اولش این بودش که میخواست انسان رو روی سطح ماه ببره، یعنی اونجا فرود بیاد، ولی جدیدا برنامه‌شون رو عوض کردن و قرار شده که سیستم اتصال لندرها و فضاپیما رو احتمالاً توی مدار زمین تست کنن. و بعدیش آرتمیس 4 که قرار بود سال 2027 پرتاب شه و خب الان طبیعتا عقب افتاده و مأموریت اولیه‌اش هم ساخت و مونتاژ ایستگاه فضایی گتوی دور ماه بود که این برنامه کلاً الان کنسل شده و قرار شده که فضانوردان رو روی سطح ماه فرود بیارم و فعلا قرار نیستش که ایستگاه فضایی دور ماه داشته باشیم و تمرکز رفته روی ساختن پایگاه‌های دائمی روی سطح ماه. حالا برگردیم به مأموریت آرتمیس 2 که تازه اتفاق افتادش. توی این مأموریت 4 تا فضانورد به ماه رفتن که برای اولین بار یک غیر آمریکایی کانادایی و یک فضانورد زن به ماه رفتن. واسه این مأموریت چند تا کشورم همکاری کردن، مثلا ناسا وظیفه ساخت موشک‌های SLS و کپسول اوراین رو داشت و سازمان فضایی اروپا مسئولیت ماژول خدماتیش رو به عهده داشت که وظایفی مثل تامین انرژی، آب و لایف ساپورت رو داره. و چند هفته قبل از لانچ هم یه سری مشکلاتی به وجود اومده بود، مثل نشتی گاز هیدروژن توی سیستم سوخت رسانی و همچنین یک انسداد مرموزی مانع رفتن هیلیوم به آپر استیج، ولی تونستن که این مشکلات رو حل کنن. و پرتاب آرتمیس 2 1 اپریل 2026 انجام شد و توی چند دقیقه اول تمام مراحل معمول جداسازی انجام شدش و کپسول بعد از حدود 12 دقیقه وارد مدار زمین شد و برخلاف مأموریت‌های آپولو که تقریباً فقط 2 یا 3 ساعت توی مدار زمین میموندن و سپس به سمت ماه حرکت میکردن، توی آرتمیس 2 اونا 25 ساعت دور مدار زمین موندن و یک سری آزمایشات و تستا رو انجام دادن. توی این مرحله هم یه چند تا مانوری انجام دادن تا مدار به شکل مناسبی برای حرکت به سمت ماه تنظیم شه، مثل افزایش ارتفاع توی بالاترین و پایین‌ترین نقطه مدار. علاوه بر اینا فضانوردا سیستم کنترل دستی، لایف ساپورت و یک سری چیزای دیگه هم آزمایش کردن که توی همین فاز هم دچار چند تا مشکل شدن. اولیش این بودش که سیستم توالت یا UWMS دچار اختلال شد و در واقع داستانش اینجوریه که چراغ پشتارش روی صفحه کنترل شروع به چشمک زدن کرد. و مشکل این بودش که فن UWMS گیر کرده بود. به خاطر هم یکی از فضانوردان مجبور شدش که بره و کل پنل رو باز کنه و اون آشغالی که توی فن گیر کرده بود رو در بیاره. خب حالا اون مشکل حل شد، ولی دوباره یه مشکل دیگه به وجود اومد و اونم این بودش که این سیستم کار میکرد، ولی اون لوله تهویه‌ای که زباله‌های مایع رو دفع میکرد مسدود شده بود که اول اصلا فکر کردن که دچار یخزدگی شده، به خاطر همین فضاپیما یه جوری چرخوندن که اون قسمتش روبروی خورشید قرار بگیره تا شاید اون یخ باز شه.
ولی بعدش متوجه شدن که به خاطر یه سری واکنش‌های شیمیایی اون فیلتر مسدود شده و به خاطر همین مجبور شدن که از سه‌های CUU استفاده کنن. ولی در نهایت فضانوردا تصمیم گرفتن که به رغم همه این مشکلات مسیرشون رو به سمت ماه ادامه بدن. و اونا بعد از گذراندن 25 ساعت روی مدار های ارث اوربیت سرعتشون رو از سرعت مداری زیاد کردن و به سرعت فرار از مدار زمین تغییرش دادن و در نهایت از مدار زمین خارج شدن. و آرتمیس 2 از مسیر فری ریترن تراجکتوری استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی که اومدش از نیروی جاذبه‌ای که زمین و ماه دارن استفاده کرد و یک مداری رو طراحی کردن تا بدون نیاز به مانور پیچیده و خاصی و فقط بر اساس میدان گرانشیشون بره نزدیک ماه و یک مدار قوسی شکل دایره‌ای نه از پشت ماه بگذره و به سمت زمین برگرده، یعنی بدون مانور پیچیده‌ای. البته یه سری مانور اونجا لازمه، ولی به خاطر دقت بالای این عملیات یکی از این مانورها حتی لغو شد و توی مسیرشون از زمین به ماه تونستن عکس هلو ورلد رو بگیرن که با استفاده از لنز واید انگل و دوربین کنن D5 و توی ارتفاع 16,000 کیلومتری از زمین این عکس رو گرفتن که در واقع اینجا قسمت تاریک زمینه، یعنی اینجا شب الان. و بعد از حدود 4 روز بالاخره فضاپیما به ماه رسید و فضانوردا توی دورترین نقطه‌ای که تا به امروز انسان از زمین قرار گرفته بود، یعنی فاصله 407,000 کیلومتری از زمین قرار گرفتن. حتی توی این زمان فرمانده عملیات به هیوستون گفتش که چیزی که الان دارم با چشم غیر مسلح میبینم داره مغزمو میترکونه. و خب همونجوری که گفتیم مسیری همون تراجکتوری که برای این مأموریت در نظر گرفته بودن از پشت ماه میگذشت و وقتی که این فضاپیما داشت میرفت که از پشت ماه بگذره یک پدیده خیلی قشنگی دید، اونم غروب زمین بود. و بعدش که به پشت ماه رسیدن تقریبا برای 40 دقیقه تمام ارتباطشون با زمین قطع شده بود. اونم به خاطر اینه که ماه جلوی امواج رادیویی که از فضاپیما به زمین میتونه برسه رو میگیره. و همینجور ناسا زمان پرتاب رو جوری تنظیم کرده بود که فضانوردا بتونن خورشید گرفتگی کامل رو از پشت ماه ببینن. و فضانوردا تونستن کرونای خورشیدی، همون قسمت بالای اتمسفر خورشید رو جوری ببینن که ما هیچ وقت از روی زمین با چشم غیر مسلح حتی توی خورشید گرفتگی‌های کامل هم نمیتونیم ببینیم به خاطر وجود اتمسفر. و حتی اعضا تونستن که به 2 تا از کریترها یا دهانه‌هایی که روی سطح ماه بود و تا به حال اسم نداشتن نامگذاری کنن که اسم یکی از این کریترها رو گذاشتن اینتگریتی. در واقع اعضای آرتمیس 2 اسم اینتگریتی رو به کپسول اوراین خودشون هم دادن و واسه همین اسم اون کریتر رو اینتگریتی گذاشتن. دومین دهانه یک کریتری که اسم گذاری کردن و اسمش رو کرل گذاشتن، اونم به خاطر اینکه این اسم همسر فرمانده آرتمیس 2 که سال 2020 فوت کرده بود. و خب وقتی که توی قسمت فارساید بودن، یعنی همون قسمتی که از روی زمین هیچ وقت قابل دیدن نیست، تونستن برخورد 6 تا شهاب سنگ رو با سطح ماه مشاهده کنن. و در نهایت وقتی که داشتن از قسمت فارساید یا همون قسمت تاریک و پشت ماه خارج می شدن، تونستن که طلوع زمین رو مشاهده کنن و بعد از اون میدان گرانشی ماه کپسول اوراین رو به سمت زمین پرتاب کرد و خدمه فضاپیما حدوداً 4 روز رو توی سقوط گذروندن و در حال آماده شدن برای برگشت به زمین بود. و یک کار جالبی هم که موقع برگشتن انجام دادن این بودش که یک تماسی رو با ISS یا همون ایستگاه فضایی بین المللی برقرار کردن. International Space Station and Jessica, we have you loud and clear. How about us? توی مأموریت آرتمیس 1 موقع فرود برای سپر حرارتی یه سری مشکلات به وجود اومده بود و برای آرتمیس 2 به خاطر اینکه به این مشکلات نخورن از یک تکنیکی به اسم دابل دیپ استفاده کردن و اونم اینه که توی این تکنیک به جای اینکه فضاپیما مستقیم وارد جو زمین شه و خب گرما و سرعت خیلی زیادی داره، فضاپیما وارد جو زمین میشه ولی مثل یک موج برمیگرده و دوباره وارد میشه. این باعث میشه که بتونه یک مقداری از اون گرمای 2700 درجه سانتیگرادی خودش رو خنک کنه و دوباره وارد جو زمین شه.
ولی توی آرتمیس یکم از یک تکنیک مشابهی استفاده کردن که بهش اسکیپ ری اینتری میگن. ولی تفاوتش اینجاست که توی آرتمیس 1 فضاپیما بعد از ورود به جو زمین به اتمسفر زمین دوباره به فضا برمیگشت و دوباره وارد میشد، ولی اینجا فضاپیما بعد از ورود به اتمسفر زمین کامل ازش خارج نمیشه و دوباره بیشتر واردش میشه. و زمانی که وارد اتمسفر زمین میشه به خاطر اینکه سرعتش مافوق صوته، یک شاک ویو یا همون موج ضربه‌ای عظیمی جلو شکل میگیره و هوا انقدر داغ میشه که اتم ها به معنی واقعی کلمه از هم میشکنن و یک مخلوطی از ذرات باردار به اسم پلاسما جلوش ایجاد میشه و این پلاسما باعث میشه که امواج رادیویی که اگه قرار از فضاپیما بیاد و یا امواج رادیویی بخواد بهش برسه برگرده و منعکس شه و به خاطر همین کپسول اوریون 6 دقیقه کامل موقع فرودش هیچ ارتباطی نمیتونه با زمین داشته باشه. و در نهایت روز 10 اپریل بعد از یک مأموریت 10 روزه فضانوردا توی اقیانوس آرام ساحل سن دیگو فرود اومدن و یه سری قایق نجات بادی هم رفتن دنبالشون که اینا رو سوار کنن و این به یک مأموریت تاریخی موفقیت آمیز تبدیل شد و ما تونستیم برای اولین بار به ماه بریم بعد از 53 سال و این یک قدم بزرگی برای برگشتن انسان روی سطح ماه و موندن دائمیش اونجا قراره باشه.